هیچ کاری اگر برای جبهه مقاومت نمی کنید، این کمک مالی به جبهه مقاومت رو قطع نکنید و به همدیگه هم بگید و نشاندارش بکنید. در جهاد دفاعی همه باید شریک بشن، زن و مردم نداره. بعضی وقتا از سر همین منبرات تو همین مناسبت ها زیر پرچم امام صادق سازش توریزه میشه. کلا ما اشتباه میکنیم، کلا ما چی کار به این کارا داریم. امروز نسبت ما با یمن نسبت امام صادق علیه السلام با زید ابن علی است، چون اونا قائلن به اصالت عملیات مسلحانه. بعضی وقتا عملیات مسلحانه است، بعضی وقتا غیر مسلحانه است، اما مبارزه حتما هست. مسئله جنگیدن کفار حربی با مسلمانان است. هیئت اصحاب الحسین یه طرحی رو راه انداخته تحت عنوان حق معلوم، تو حقوق ماهانت یه حق معلومی باشه برای جبهه مقاومت. همین کاری که امام صادق کرده برای زیدی ها هم کرده. یعنی اگه پولتون یمن هم بره تازه داری به دستور امام صادق عمل میکنی. اگه به لبنان بره که به شیعه اثناعشری کمک کردی، اگه به فلسطین بره به همون مظلوم اصلی کمک کردی. دقیقاً به این دستور امام صادق عمل کردی. حق معلوم. هر ماه یه پولی رو جدا بکنید برای این کاری، خیلی مهمه. این اقل ارتباط با این جریان غیر سازشکار با ستمگران عالمه.